صحبت از پروسه حسابی بود زمانی که ایشون شاگرد انیشتین بودن. انیشتین بزرگ همیشه توجهی خاص میکرد به پروسه حسابی و دانشجوهای دیگه حسادت میکردن. ازش سوال کردم، گفتم استاد چطور میون این همه نخبه‌ای که تو کلاس شما نشستن شما فقط به پروسه حسابی اینقدر عزت و احترام قائل هستی؟ میدونید چرا این حرفو زده انیشتین؟ به خاطر اینکه اون خودش ته دلش میدونست که خودش تک‌بعدیه. الان کسی رو مثال میزنن میگن اگه بخوام بگن مخ طرف در اصطلاح یا مغز متفکره میگن انیشتین شدی برای ما. اتفاقا انیشتین هیچ وقت به پای دکتر حسابی نمیرسید با توجه به احترامی که براش قائلم، نه اینکه بخوام منکر این آدم بشیم. تک‌بعدی بود چون زنش میبینتش توی خیابون میگه خیلی آشناس چهره شما، که گیج انقدر درگیر اون قصه‌های خودتی که من زنتم 30 سال باهات زندگی میکنم. تک‌بعدی این آدما مثلا میره طرف تو ریاضی دیگه فقط اونو میبینه. این غلطه. ولی دکتر حسابی رفت 12 مقوله مختلف اصلا از پا نمی‌ایستاد.